چرا پرواز در اوج تنفر؟ چرا کینه؟ چرا بغض و عداوت؟ چرا بیزاری و طعن و قساوت؟ چرا بر عده‌ای از مردمان خشم؟ کجا برخوردها با یک جهان خشم؟ جواب این چراها را چو خواهی، نگاهی کن به آیات الهی. ببین یزدان کجا نفرین نموده، کرا لعنت کرا تحسین نموده. چو دانستی که ملعون خدا کیست، یقین دان ترک این سنت روا نیست. زبان را چون خدای خود نما باز، به لعن فرقه ملعون بپرداز. بر عمر حرامزاده لعنت، بر ابابکر حرامزاده لعنت، بر عثمان دیوس لعنت، بر عایشه شتر سوار جنگ جمل، بر قاتل رسول الله لعنت، بر حفصه قاتل رسول خدا لعنت. ای که بر سنی و سنی دوست لعنت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین.